چطوری بچه‌ها خوبین؟ یک خبر خیلی خوب براتون دارم، یعنی به نظر من خیلی خبر خوبیه، چون این مدل تخفیف تا حالا توی سیگما برای براش ستا من ندیده بودم. ببینین به قول معروف اینفلوئنسرایی که محبوب سیگما هستن براشون براش ست میدن بیرون. من یکی از اون افرادی بودم، خدا رو شکر، که برای من براش ست دادن بیرون و به ما میگن که مثلا سامر ما میخوایم برای تو یه براش ست بزنیم، میشه به ما بگی چه براشایی مورد علاقه توه از توی این همه براشی که سیگما داره، کدوما محبوب توه و هر تعدادی هم میتونه باشه، 10 تا 20 تا، یه دونه، 2 تا، یه دونه که نه چون ست نیست. من 3 تا انتخاب کردم. دلیل انتخاب این 3 تا براشم بهتون میگم که چرا من این 3 تا رو انتخاب کردم. من فکر میکنم برای یه خانوم یا یه دختری که میخواد آرایش کنه همین 3 تا کافیه، واقعا بیشتر از این احتیاج نداره. من اگه بیشتر از این بخوام بذارم توی این ستم، شما اصلا ممکنه استفادهش نکنین و پول بی خوده. حالا الان میخوام بهت نشون بدم که چرا این 3 تا ارزش خرید داره و الان که تو این تخفیف خیلی خوب و عالی رفته، من جای تو باشم اینو میگیرم. همین که یادگاری از سامر داری، همین که این 3 تا براش فوق‌العاده است. براش اولی که انتخاب کردم این کبوکی براش بود که با این براش تو میتونی هم کرم پودرتو بلند کنی که فوق العاده است برای بلند کردنش. من قبل از اینکه اینفلوئنسر بشم اینو همیشه میخریدم. هم میتونی کانسیلر تو باهاش بلند کنی، هم میتونی رژ گونه های مایع تو باهاش محو کنی با ضربه. هر چیزی که حالت مایع داشته باشه با این کبوکی براش میتونی اپلایش. انتخاب دوم سامر این براش بود که این براش شماره F10 هستش. خود همین به تنهایی اگر اشتباه نکنم نزدیک $30. حالا باز این زیر میذارم 28 30 یه همچین چیزیه. خب حالا وایسا، اینقدر پول قرار نیست بدی. حالا این براش یه سایز خاصیه، مثل این نیست بزرگ، نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه. تو با این و فقط با این میتونی هم پودرتو بزنی، هم رژگونه پودری تو بزنی، هر چیزی که یا برونزرتو میتونی با این بزنی، هر چیزی که پودری باشه با این و فقط با این میتونی اپلایش کنی. اوکی؟ و میرسیم انتخاب آخر من که این براش سایه بود. سیگما 1000 تا براش سایه داره. ببینی چقدر متفاوت، یعنی واقعا 1000 نوع داره. اگه بری گیج میشی کدومو بخری. من یک سایز و یه مدلیشو برات انتخاب کردم و توی ستم گذاشتم براتون که میدونستم واقعا به دردت میخوره. این سایز و این تکسچر و این سفت بودن همه اینا رو در نظر گرفتم. هم با این میتونی سایه رو به این حالت ضربه‌ای پشت پلکت سنگین، یعنی پیگمنت بالا، سایه رو بذاری و بعد با یک چیزی اینجوری تمیزش کنی و با همین بیای و به شکل دورانی سایت رو بلند کنی. حالا بریم سر اصل قضیه که این براش ست سامر که برای شما خود من انتخاب کردم، این ستا رو الان قیمتش چند شده؟ چند بوده؟ چند شده؟ قیمت این ست من $52 هست در اصل. اوکی؟ نگران نباش، اینقدر تا پول نمیدی. اوکی وایسا. الان یه تخفیف گذاشتن شده $44. از 52 شده $44. وایسا هنوز اینقدر نمیدی. و یه کار دیگه که اجازه دادن برخلاف همیشه انجام بدی اینه که کد خود منو سامر 777 هم اگر اون آخر اضافه کنی تو این ست رو فقط میخری $39 قیمت یه براشش. لینکم هم میذارم. من اگه جای شما باشم، نه برای اینکه براش منه دارم اینو میگم، ولی باور کنید بهتون قول میدم همین 3 تا تو کیف تو برای همه آرایشت کافیه. همین.